پله کامازن یا ویروس کرونا دهو گرتی و جمارات وجبوان 1300 کس در باز کرینه. وکیل نادرگین پارزگاه دهو که دیگل پارزگاه دین عراق و خالص نوری ابراهیم خلیل جمارا پشکنین روزانه بونیزی 2000 و جمارات وجبوان بونیزی 200 کسان بلند کریه. اوه موجود ماهی اوه کورنال پارزگاه دهو که پراستی گلک اگر هبون اگر سرکی او بونکو درگاه پارزگاه دو که گل پارزگاه دین هری به علاقه هاتا فکرن خلک که گل که دیتر هذا نف پارزگاه دو که کو السنور هذا دست نشان کردن پتر یا حالتا هر واسا و بونا دروازه ابراهیم خلیل ایکش اگر بویا کو خلک که بیان هذا نف پارزگاه دو که شولات بیان هاتن اكيد ده هجمارا پشکینین دو که زیت لهتن و ده هجمارا توجبوا پتر هذا دست نشان کردن او حاله ده شارتی او برزه نف خلکی دا ده پتر هنا دست نشان کردن دیسان زیده بونا پشکینی پارزگاه دو که بون مونل دو که برینو که شخصات حتی 700 پشکینی انجام دان دوان روزان دا گلک روزا گهشت نزدیک 1800 پشکینان. ساخلمی پارزگاه دو که جد بجید اف پلانی و ویروسی هرچند بلند ببید دوباره نزم بید. اللي کنترل کردن روشی گریدای پابند بونا حوالاتیان اپرین ماین ساخلمیه. اف شپولا بیت زیده بیتن چند دکادیجی زیده بیتن بلدی ایت خاریوه و ام همی کار کمپیک و وان ریکارت نهو البیان وزارت آنافخو در کفتین و او ریکارن زیده جور اپراسیون پارزگاه دو که هاوتین هستر اگر ام درستی جب کن ام دشین کرو نخوشی این نخاره و یخینا جر کنترول دا پارزگاه دو که جراگهان که تاقیگه که تایبت الگمر که ابراهیم خلیل هاتیه دانان و دی پیکول تکرن جهن دی ترجی بهت دانان دا کوچه هلگرین ویروسی نهنت نا پارزگه دا سنورت مد پاراستی بند مد ترتیبه که ساکری یک نفر داخل حرم کردستان نبیتن و اگر ام پشت راست نبید مختبرات مید بری اول بری دام از رانده انشالله شنبه دی کونکات کسی که هلگیر ویروس کرونا درگاه ابراهیم خلیل را در باس نابید جهدی دیوالی کن بس خلقی مجرد پیچک تحمل بکن پلاس یا ویروس کرونا الدهو که اف پارزگه نچار کریه که درگین خوب بگیرید لجمارات وجبان پرنگه که زده بویا کنیزی که رو جبن کنترول در کوید اگر حکومت ریکارن پتوی نگری تبر آمد بریفکانی کنال آسمانی پیام دهوک